دوستان بالاخره ارز لامبرجک لیست شدش و قابل فروش هستش. اومدم یه توضیحات کامل بهتون بدم که از این بازی چطوری کسب درآمد بکنید، چطوری انتقالش بدید به تون کیپر و چطوری انتقالش بدیم به صرافی و تبدیلش کنیم به تتر و ادامه داستان. اول از این که اینو بهتون بگم بازی همچنان قابل لانچ شدن و بازی کردن هستش و میتونید توکنش رو دریافت بکنید بدون هیچ مشکلی. این نکته خوب این بازی بودش، ولی حالا قراره یک سری تغییرات توش بدم برای حالا رقابت‌های دو نفره و از اینجور داستانا. قراره حالا در آینده یه سری کارا براش انجام بدم. اما چیزی که در حال حاضر هسته، چند روز پیش لیست شد گفته بود که شما میتونید توکن‌های خودتون رو به تون کیپر منتقل بکنید اما با کارمزد. یعنی در عوضی که شما دارید در واقع توکن‌هاش رو دارید برمی‌دارید، بایستید توی تون کیپر خودتون ارز تون کوین رو هم داشته باشید. بس از این قسمت، توی این قسمت وارد بازی که شدید، شما این رو اگر بزنید میتونید به در واقع تون کیپر خودتون متصل میشید و تون کیپر رو انتخاب میکنید و اتصالتون برقرار میشه. اگر بیایم توی این بخش آخر، توی قسمت پنل، ما توی این قسمت روی این گزینه آبی اگر بزنیم میتونیم ارز لامبر خودمون رو انتقال بدیم به همون کیف پول. چون که من الان انتقالش دادم حدودا 1 تن هم از من کارمزد گرفت که حدودا $7-8 پول اون تن هستش و خیلی ها میگفتن که این بازی اسکم هستش و نمیشه کلاهبرداری و اینا. در حال حاضر فعلا لیست شده و قول این رو هم داده که توکنش افزایش پیدا میکنه. حالا جلوتر بهش میپردازیم. پس روی این قسمت اگر بزنیم میتونید شما با پرداخت هزینه این کار رو انجام بدید. وصل میشید دوباره به تون کیپر خودتون. توی کیف پولتون باعثی حتما ارز تون رو داشته باشید. وقتی که کلید میکنید، الان برای من این قسمت اومده که به من داره میگه که شما تا 30 روز آینده دیگه نمیتونید بردارید، ولی از 30 روز آینده بردارید دیگه این هزینه فی یا همون کارمزد تون رو دیگه نمیخواد پرداخت بکنیم. پس شما یک بار پرداخت میکنید و دیگه نیازی به پرداخت کردن این قضیه نیستش. پس از این قسمت شما میتونید بریزید داخل تون کیپرتون. همونطور که میبینید برای من توی این قسمت ارسال شده. حدودا هم فکر کنم یه 10 دقیقه 1 ربع زمان بردش که این برای من داخل تون کیپر من ارسال شدش. خب حالا ما اگر بخوایم این رو وارد صرافی بکنیم، در حال حاضر صرافی هم که این رو لیست کرده این صرافی هستش که لینکش رو داخل کانال تلگرام من گذاشتم. بچه به خاطر اینکه خیلی شلوغ هستش، صرافی در واقع یه جورایی هنگ کرده خب و یه مقدار قیمت ها یه خورده در واقع ورود و خروج های خورده سخت هستش به صرافی مجددا، چون ترافیک بیش از حدی روی این صرافی اومده. به خاطر همین هستش دلیلش. خب توی این قسمت با لینک من وارد میتونید بشید داخل این صرافی، ثبت نامتون رو انجام میدید. مثل تمامی صرافی‌های دیگه هستش، نیاز به آدرس ایمیل داره، نیاز به پسورد داره، نیاز به در واقع کد 2 مرحله‌ای گوگل داره. اینا رو انجام که دادید، همه اینا رو انجام دادید، کد مثلا تایید براتون به ایمیلتون اومدش، کد تایید 2 مرحله‌ای رو، همه اینا رو انجام دادین، وارد این قسمت میشید. لامبر رو انتخاب میکنید یا میتونید سرچش بکنید. البته این قسمت نه، توی قسمت ولت، این قسمت پایین ولت رو انتخاب میکنیم و توی این قسمت دپوزیت رو انتخابش میکنیم. همونطور که میبینید من یه مقداری برای تست انتقال داده بودم، خواستم تستش بکنم ببینم به چه شکله، چقدر طول میکشه بیاد. فکر کنم 1-2 دقیقه‌ای اومدش، با اینکه صرافی در حال حاضر خیلی خیلی شلوغ هستش. خب روی قسمت اینجا روی آبی روی دپوزیت کلیک میکنیم. اینجا این بالا لامبر رو اگر سرچ بکنید خودش براتون میاره. ببینید برام آوردش. روی این قسمت اگر بزنید آدرس کیف پول شما رو به شما میده. اینجا برای شما یک کیف پول براتون میسازه. الان به خاطر اینکه صرافی شلوغ هستش داره یک اروری رو داره میده که مثلا داره میگه اینترنت شما وصل نیست و از اینجور داستانا، در صورتی که اینترنت هست. به خاطر شلوغی خود در واقع
این صرافی که همه دارن به هر حال دارن خرید و فروش میکنن، خیلی الان ارزششون رو دارن انتقال میدن به این صرافی که بتونن این ارز لامبر خودشون رو بفروشن. حالا این قسمت من یه استاپ میزنم که این صرافی یک دور ببندم و مجددا بازش کنم، شاید این مشکل برطرف بشه. صرافی خیلی شلوغه، من چندین بار تکرار کردم که موفق بشم به این قسمت برسم بتونم بهتون توضیح بدم. وارد صرافی که شدیم قسمت دپوزیت رو انتخاب میکنیم، شبکه رو روی شبکه تون قرار میدیم، با یه همچین صفحه روبرو میشیم، یه آدرس رو برای ما در واقع مثل آدرس های دیگه درست میکنه، شبکه بس رو شبکه تون قرار میدیم، این آدرس میشه آدرس انتقال ما و این هم میشه مال در واقع اون قسمت کامنتی که باید قرارش بدیم. خب این دوتا رو باید به هر دوتا این نیاز داریم. اینو کپی میکنم، وارد تون کیپر میشم، روی ارز لامبر کلیک میکنم، روی سند، بچه‌ها نگاه کنید، روی سند کلیک میکنم. اگر اینجا دقت کنید من یک سندی رو به همین صرافی داشتم که خیلی گفتم خیلی سریع هم اومد واسه من. خب روی سند میزنم، توی این قسمت آدرس رو پیست میکنم. ببینید الان به من ارور دادش. چرا؟ چون قسمت کامنت رو هم با این کپی کردش. خب نمیدونم این حالا باگ این صرافی هست یا نه. شما باید تا اینجایی که دو نقطه هستش رو پاکش کنید و توی این قسمت مجددا اون این کامنت رو اینجا پیست میکنیم و میریم برای قسمت بعد. اینجا تعداد رو از ما میخوادش، مثلا من الان میزنم 1000 عدد. خب 1000 عدد و اگر الان من روی این قسمت بزنم به من میگه که اینقدر مثلا هزینه انتقالت هست حدودا 3 سنت، ولی با تون باید پرداختش بکنید حتما. روی سندم که بزنید ارسال میشه که بعد میتونید بیاین توی این قسمت توی صرافی ببینید. من الان اگر مجددا ورود بکنه ببینید این رو میزنم انتخاب میکنم، بله ببین تون رو انتخاب کردم و برای من آدرس کیف پول برای ارسال رو انجام دادش. توی این قسمت هم اگر من الان برم توی اسپات، لامبر من اینجا 1000 تا اومده، عدد خیلی خوبی هم داره میگیره. لطفاً همجوری مفتم ندید، خودشون قول دادن که قیمت ها رو ببرم بالا. آخرین اخبارام که داخل کانال قرار میدم و انتقال بدید دیگه. اگر دوست دارید میتونید به این صرافی انتقال بدید که لینک این صرافی هم داخل کانال گذاشتم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و همه اینا یادتون نره.